من کلی نمیستم که کلی کی میخیزه باور که امو پروژه کاری امی پگاما میکشم شاو که باید چیکار کنم اگر کلی نیاز که سه تلفن داره اگر باور کنی این امی راه دمیرای امو تلفن چی میره آلیو سومروی که خوش آمدید به برنامه بار دیگر و بینندگان عزیز در مهمانی ما حضور دارند نهالبی قربان علی و مادر از ناحیه میر سعید علی حمدانی تشریف آوردند. خوش آمدید به برنامه ما. همزمان والنتینا شولچایوا هستند که 50 سال این جانب در تاجیکستان از فدراسیون روسیه آمدند. زندگی دارند، وطنشان تاجیکستان است و تمام عرف و عادت عنعنه‌های ملی ما را از خود کردند. همزمان خاصیت خاله سعید امیروا هستند، هنرمند از ناحیه شهر نو، مادر تجربه دار، مادری که تا امروز در خدمت مردم هستند و هنرمند خلقی ما، هنرمندی که همه ما و شما دوست می‌داریم، خاصیت ظرفشانی. خوش آمدید به برنامه. خاصیتی در روز خاصیتی کرده. خاله خیلی شوخ هستند خاله. تشکر زیاد. میخواستیم صحبت را از خاله نهالبی آغاز کنیم چون که از ناحیه میر سعید علی حمدانی به برنامه تشریف آوردید. چگونه آمدید؟ چی گفتید که به کجا می روید؟ راه ها چه خیل بودند؟ تل و تپه ها گلپوش شدند، سبزپوش هستند نیستند؟ گلوسی و گوش شکفتگیان بهار اومدی بهار ای. بله بله. شرون از ای خرسندی را خوب نبود که ما سفینه ما را تکلیف کرده است. خوش آمدید بار دیگر. هزار رحمت به شما. ما خیلی شدیم این تکلیف کردن یا هزار رحمت. خسته نشدید در راه؟ نه خرسند خوشبخت. تیز میبید. شما زود رسیدید. ما راه خشرو اسفل پوش یگون کمبودی نبود، نه در تکنیک و نه در راه. یگون مونیاکی نکردیم. 3 ساعت رسیدیم به همین سفینه را. گفتید گل سیاگوش شکفته نه گل سیاگوش شکفتن. در منطقه شما خیلی کودکا گل میبیارن، گلگردانی میشن برای نوروز. لکه رفته سودن. این خبیسیوری بعد نشکفته است. نه پیلون تری گلگردانی بود که برف زد. این فایز برکت ای سفیدی در مو. کشت کار خوب میشه و من باید همینجا بگویم که خاله نهالبی زمیندار و زمینکاری خوبن. برای همه از کشت کار گپ میزنن. کاریدید زمین را لکه یگانچه؟ پرنی کپاگیزه کاریدم. وزیر همه چیز محصولاتم شیدن زیلین همه چیز هست بودرینگ همه محصولاتم برومدن 4-5 پرنی کردم وزی هوته ده گفتم کمی رکنی بیارم شونه کردم شون همه چیز من شنومدم وزیره ده یگون چیزی نشنومده ندارم لیمون داشتم لیمونو را نگذروندم همه کل ما بود کم فقط وزیر این همی دوخت دوز ده همه کار باری زندگی خونه ده یک وقت دارم را می جوشم با دوغ مسکم میکنی بانی و سوره خیلی دهود هم خیلیه در دهود به کار نمیتونیست و برای کوشش غیرت میکنم که به یک کار کنم میکنم بعد همی در زورا میگیرم میدوزم یا که هر نمولچه میدوزم سناتور میرم در سناتور وقتا باور قرار نیستم میگن این خیلی کمپی مردم استراحت میرن شما در همونجا هم بکار استراحت من اونجا این استراحت میرم نمول میدوزم نه خیلی نمول میدوزم توقی میدوزم خیلی زمینی کلخوسی داریم گنده میکنیم پخته میکنیم با مثل در برش بودرینگ پمیدور خوب محصولاتوی با در چی میکنیم سر زمین میکنیم زمین دولتی خیلی با این خونه را میکنیم وقتی بیکاریم باور که وقتی بیکار ندارم زندگی چه خیل است؟ زندگیم هزار با شکنه خدو خشرو سوز تینجیم چند فرزند دارید؟ 14 فرزند دارم همه صاحب معلومات؟ همش صاحب معلوماتن همش صاحب خونه و در یکون کمبودی ندارم صاحب 14 فرزند قهرمان مادر دلکه قریب تربیت دشوار نبود؟ تربیت دشوار بود یکی ما کوشش غیرت کردیم که یگون کمبودی در مبین فرزندم خودمون نشوه باور کنی 14 فرزند داشتم اما چند دهه مدت او کمتر بود راستی گپ یک کپریکس پید میگفتن میرفتن او میوردن احیاتی نو روی میکردیم فرزنده را با او باور کنی تا اومدن وره را نگه میکنیم که یگون حدیثه سر داد هزار با شکنوی می پریزیدنت امامعلی رحمان که هم میره ها را سوز کرد او مکشید هم شویتو مایو عذاب کشیدیم نکی شبا خوب نمیکن باور کنین برای که روز مهموندار بدم
شاو پشوک میشیشتم افتو میکم میگفتی بالیسای پشوک کم بود راست دیگر می او چین کم بود فرزندای خیلی پای هم تولد شدن یا که امی فرق دارن یک سال پس نه یک سال پس همش یک سال پس یک سال پس او یا که 28 سال امی تربیت فرزند بودم 28 سال 14 سال در مد مداری بود 14 سال در تربیت تو یک ساله بودنشون حساب که باز سر زمین میرفتم امی قدم خوش میکم گواره دویده سر زمین میرفتم پختم چیندم 150 کیلو باور کنی خیلی که آدمای دیدگی باور میکنن پختم چیندم امی نو زمین اگرفته بودیم امی خیلی کوچیده اومدیم زمین اگرفتیم اولچک میکم که اولچک توچکی میگن در دو درخت بند میکم اولچک میکم گولک مخوب میکم پختم چیندم در سر زمین نه که خیلی یکون دشواری یکون تنقیصی نکشیدم همین مهنت دوستی شما شاید بود که من بیقراری شما هست که مثلا شما امروز در سن 70 هستید لیکن هیچ کس نمیگه شما 70 ساله هستید از رحمت درست مهنت کردیم بوینه در همه جشنایی که در می رایون خدم میشود تمام جوده یکم مخد میرم هنرهما میبرم خیلی چند تا 20 تا میگیرم و تا اختیارنامه و دیپلم هم مجزه دارم خوش به حالتون این نوکی با خشتمانی خوب دونه بروردن با خیلی با جا گرفتید جا گرفتیم و یکم جا را گرفتیم برای مناسبت خوبی خوشدامن کلین یکم جا را گرفتیم این نوکی با پرنیک داشتم پرنیک ما کامیرا کردن با گوجشی ما هم با کامیرا کردن با فکرم در خانه شما برای کلین نوبت کارم نمیرسد نه خدم روز دیگه بیتری و دم شلپر نیستم من کلی نمیستم که کلی کی میخیزه باور که امو پروژه کاری امی پگاما میکشم شاو که باید چیکار کنم او شاو خوب نبر خمیر داشته باشم تو حاضیره باور کنین خمیر هم او وقت خدمت میکنم ساعت 4 خمیر میکنم بسیار خمیر میبندم با یگون جو مرکم میگن دسترخون پیچوندگی در جشنو میرم در مرکو میرم خیلی با همه کار بر خونه را میکنم صد بر شکلنا چیل هنر بیشتر دارم امی هنرون بسیاری امی با وقتی کم ترک وقت داشته باشم با چی میکنم این دستبندک یگون جو میرم یک استینچه خوی میگیرم یا دستبندک میگیرم آدمایی که تولد میکنن کودک میبینی یا خیجوده با بند بستگی گولک باور که در گواره برای امو خیلی کم مهنت میکنم هیچ کم مجبورم نمیکنم خیلی مستفید میز قمیگه نه که میگم او خمی وجدانم نمیبردار قرار استودن امین نموس نمیبینم قرار بیستم باور که باید یک کار بکنم این امول امیم شو خوم نبود باور که همه کار بر مکم سحری گواره جوشیدم شیر ما پختم شوک پره پشتم هم ماما تیارگی با اومدن امیجا اخرسندی خوب نبودم این شب روز دیگه برای گفتم دیر میکنم یکم تکنیکا میوم کمتر امی تکنیکا کمتر امی دیهوتی شما بودم بر وقت رسیدن هم مسئولیتی که دارید شما الکی یک ساعت پیش از آغاز برنامه ما رسیدید اما باید به بیننده عزیز تلویزیون سفینه گویم که پیش از شروع برنامه گفتن که ما همین کلوب دوگانه ها را دیدیم لیکن کلوب کمپیروش هم نه نه کلوب کمپیرو دایم حاضر موین امیره با برپا کنن مثال با یگون کمپوی اشاره که چی باشه بیویا و دینا میفورشو نه سخن صحبت شما برای جوانان ما یک درس است حضور رحمت تشکر زیاد